تو قسمت قبل با هم دیدیم که چجوری با 6 تا گربه از تهران حرکت کردیم رفتیم به سمت شیراز. پس اگه دوست داری بدونی که بچه‌ها 10 ساعت تو مسیر چیکار می‌کردن، اول برگرد و قسمت قبل رو ببین. بعد از 10 ساعت بالاخره رسیدیم خونه پدر بزرگ مادر بزرگ بچه‌ها. گردو هم یه جوری قش کرده بود انگار کل مسیر رو خودش رانندگی کرده بود. غذاشون هم براشون گذاشتیم اینجا. این غذای بزرگا، این غذای نیمیا که حالا غذا خوردن و جمع کردم. نیمی داره آب میخوره. خوشگلم، چقدر تشنه بودی. فلفل پشت در اتاقا منتظره که باز شه شیرجه بزنه داخل. یه نمک کجا رفتی؟ قربونت برم نمکم. داره همه جا رو کشف میکنه از خودش. نمک چی کار داری با اونجا؟ چی کار داری با میز تلویزیون؟ چی کار داشتی ها؟ اینو یعنی کلا دنبال شیطنتن. نیم ساعته که رسیدیم بچه داره همش با این شاخه بازی میکنه. بعد حالا یه جوری شاخه رو میارم بالا. مامان اینیات خیلی شیطونن. ای بابا نکن. این فلفل هم که کلا لر پنجره نشسته. چی کار میکنی تو؟ این شاخه رو ازش گرفتن شاخه دیگر پیدا کرده. گلی خانم نباید این کار بکنی. نباید این کار بکنی. نه گلی خراب میشه. پدر خانواده داره بیرون رو تماشا میکنه. بچه خانواده داره دنبازی میکنه. چپه شد. مایکل آقا مایکل چیکار میکنی؟ فلفل گلدونو بچه انداختی پایین. آبرومونو بردی فلفل. آی بیسر اصلا انگار گلدون رفت از اونجا انداخت پایین. فلفل بودو بیا بیرون اونجا چرا رفتی؟ بودو بیا بیرون. نگاش کن پرده رو زده کنار رفته اون گوشه رفته اون پشت رفته نشسته برای خودش. بیا بیرون. این فینگلی ها رو ببین. مسابقه غذاخوری گذاشتیم شما دوتا. آی قندای من قند و عسل بایدوش بیشم میشه جون. فلفل گرسنه است دنبال خواهرم راه افتاده. هی خودشو براش لوس میکنه. نگاش کن نگاه کن. هی خودشو میمالونه به خواهر کوچیکم که خواهرم بهش غذا بده. فلفل تو چرا خواهر من داری سوء استفاده میکنی؟ خجالتم نمیکشه. الهی آخ بچه‌شو ببین. بچه‌ش داره پربازی میکنه. الهی جوجه طلایی. بعدش این فسقلی ها رفتن روی میز و همه دومینوهای خواهرم رو ریختن به هم تعجب کرده بودن و هم حسابی خوششون اومده بود. بعدش گردو متعجبانه دوباره بهشون دست میزد که شاید دوباره حرکت کنن. چرا انقدر خودتون رو مظلوم میکنین آخه؟ همه رو به هم ریختین دیگه چی میخواین؟ الان خاله بیاد اینا رو ببینه که ناراحت میشه. خدا قیافه رو بسته دیگه. بیاین پایین باشه. اصلا انگار من دارم باشون حرف میزنم. آقا گردو چی کار میکنی پسرم؟ بیا این ور میفتی مامان. آفرین. گردو هنوز 10 دقیقه از افتادنش نگذشته بود. وروجک دوباره پرید و اومد روی میز. این بار آقا مایکل هم اومد کمکشون که با هم دیگه ستایی با هم آتیش بسوزونن. مایکل پسرم میبینم که تو هم اومدی پیش این وروجکا. مامان یکم نصیحتشون کن بگو آبروداری کنن. خونه پدر بزرگ مادر بزرگ همه چیزو با هم نریزن. خب خواهر کوچیکم داره به بچه‌ها تشویقی میده.
نه باید بیشتر بندازی. خیلی بنداز. مثلا بنداز تا توی پذیرایی میره بگیرتش. من معمولا به این روش به بچه‌ها تشویق میدم. هم غریزه شکارشون فعال میشه، هم بازی میکنن و کلی خوش میگذرونن. ولی خونه مامان بابام چون فرشاشون یکم شلوغ بود، متاسفانه بچه‌ها تشویقی رو پیدا نمی‌کردن بین گلای فرش. نه چرا انداختی تو فلفل؟ بنداز این ور براش. ما کلی تکون بخور آبرمونو بردی. آها داره میره. گمش کرده. آره گم شده ماما. فکر پیدا کرد. توپو دیدی؟ آخه خب قراره یه کنسرو خوشمزه بخوریم با هم دیگه. بیا اینجا. بفرمایید. نفر سوم. نفر چهارم کم موند. فکر کنم این کنسرو دیگه باز کنم. فلفل بودو دیگه. بودم تموم میشه. به تو هیچی نمیرسه. وای اونو یه دقیقه اونو ببین. خیلی بانمکی. یه موش پیدا کرده اینجا برای خودش. نمیدونم از کجا پیدا کرده. فکر کنم موش بچگی مام باباش بوده. احتمالاً از زیر مبلا پیدا کرده. داره بازی میکنه باهاش. فلفل چرا سرتو میبری تو غذای مایکه؟ این فسقلم که حسابی با موشی که خودش پیدا کرده بود سرگرم شده بود. اینا رو ببین، خانوادگی جمع شدن اینجا. این بچه داره بازی میکنه، پدر خانواده غذاشو خورده، سیر شده، داره چیکار میکنه؟ هیچی نگاه میکنه. مادر خانواده هنوز گرسنه است، داره غذا میخوره. نینی خانواده اومده غذا بخوره. بچه بدنش رو شکل میکنه. کجا رو انتخاب کردن برای خواب؟ نگاه کن یه ذره بر اون بدر میفته اون پایین. باید یه بالش بذارم اون پایین که اگه افتاد چیزیش نشه. ای خدا اینجا آخه مگه جای خوابیدنه نینی؟ قربون دست کوچیکت بشم من. نینی قشنگم نگوشون کن تو رو خدا. چقدر نازن. خدا اینجا رو انتخاب کردن که بخوابن، یعنی هیچ جای نرمتر راحتتر از این بین دوتا مبل پیدا نکردن که بخوابن. فلفل تو چجوری رفتی اون بالا؟ چجوری اینقدر رفتی بالا؟ بودی بیا پایین. از کجا رفتی اصلا؟ از کجا رفتی ها؟ کجا؟ خودش هم نمیدونه از کجا رفته. از کجا رفتی؟ بودو بیا پایین. بودو بیا پایین پسرم. مرغا رو نندازی، خروسا رو نندازی. آفرین. از اینجا اومدی؟ آفرین عزیز دل من. بریم جایزه بدم خدا که این خفی سرخوبی بودی. مامان خوشگلشون اومد پیداشون کرد. بعد دید که اینجا دیگه جا نیست، خوابیدین پایین پیششون. خوب بخوابی دختر نازم. چه طرز خوابیدن آخه. پاش اونجا بعد اینجوری یه دو چرخیده سرش اینجا. نمیفهمم چه مدل خوابیدنه. جوجه‌های قشنگ. ببین کی اومده این وسط. تو کی هستی؟ سلام فلفلی. کجا بودی؟ اینجا مامانشون اومد نینیا رو بیدار کرد چون که میخواست بهشون شیر بده و یکم هم لیستشون بزنه و تمیزشون کنه. بچه ها هم به محض اینکه مامانشون رو دیدن سریع از مبل اومدن پایین و نشستن پیش مامانشون. البته گلی که چپه شده بود همینجوری خودش رو چپه کرده بود و لوس شده بود بر مامانش. اینم از روز اول سفر ما با 6 تا گربه. اگه دوست داری بدونی تو روزهای بعدی سفرمون چه اتفاقایی افتاد و بروجکامون چه آتیشایی سوزوندن، حتما منتظر قسمت بعدی ویدیو باشین.